طول چند سال اخیر دانشگاه دولتی مالیه و اقتصادی تاجیکستان در ریتینگ مؤسسه‌های تحصیلات عالی کشور در موقع چهارم قرار گرفته است. سال تحصیلی 2024 قبول داوطلبان از روی اختصاص‌های اقتصادی رقمی، بخطری اقتصادی، اداره دولت و حقوق، امنیت کامپیوتری، کیبرنتیک اقتصادی و اداره دولتی به راه مانده شده. 67 نفر دانشجو دانشگاه را با دیپلم اعلی ختم نموده برای کار و فعالیت به ساحه‌های گوناگون اقتصادی ملی و فعالیت علمی تحقیقاتی روانه گردیدند. در این برابر تأسیس یافتن کافدراهای زمینوی وزارت اداره‌های داخلدار با مقصد اجرای دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام رحمان در سمت گذراندن تجربه آموزی تعلیمی دانشجویان در زمینه آزمایشگاه تأسیس تعلیمی دانشگاه از جمله آزمایشگاه تعلیمی گمرکی، مرکز بانک تعلیمی، آزمایشگاه تعلیمی اقتصادی رقمی، آزمایشگاه تعلیمی برنامه S1 و آزمایشگاه تعلیمی کافدرای انداز و اندازبندی که برای به عملیه پیوستن نظریه مساعدت میکند. در نشست مطبوعاتی ریاست دانشگاه در مورد تدبیرهای وابسته به اعلان شدن سال 2024 همچون سال معرفت حقوقی، ادامه تحصیل دانشجویان در مؤسسه‌های تحصیلات عالی خارج کشور، تشکیل کورس‌های زبان‌آموزی در تعلیمگاه، تقویت رابطه مؤسسه با والدان، تدبیرها برای گزارش دانشگاه به اقتصاد رقمی، حجم مبلغ شرطنامه تحصیل برای شهروندان خارجی و دیگر مسائل‌ها به نمایندگان وسایل اخباری عموم اطلاع دادند. عین زمان در دانشگاه دولتی مالیه و اقتصادی تاجیکستان 6 فاکولتت، 17 کافدرای تخصصی، 8 کافدرای عمومی دانشگاهی فعالیت نموده. از روی سمت‌های گوناگون متخصصان ساحه مالیه، اقتصاد، تکنولوژی‌های اینواسیون کمیونیکاسیونی و حقوق اقتصادی آماده کرده می‌شوند. حالا در دانشگاه 20 نفر دکتر علم، 139 نفر نامزد علم، 197 نفر معلم کلان، 356 نفر آموزگاران به فعالیت تعلیمی جلب گردیده به دانشجویان درس می‌گویند. دانشگاه دارای 5 بنای تعلیمی بوده. در بناهای تعلیمی در یک بست 5670، در دو بست 11340 جای نشست موجود می باشد. آماده کردن کادرهای علمی و علمی و پداگوژی مسئله مهمی بلند برداشتن صفت تعلیم و پیشبرد فعالیت علمی و تحقیقاتی محسوب می شود. در این سمت در دانشگاه 194 نفر ماجستراند و 32 نفر دکتراند از روی اختصاص پیشتی به تحصیل فرا گرفته شدند. یاسمین النظرزاده، مهرآور استم، دوشنبه، خبر.